سلام به هم رفقای گل، امیدوارم حالتون خوب باشه. بریم برای ادامه چالش رسیدن به کاپ 4000. حریف امروزمون دیگه حوصله‌ام نیست اسمتو بخونم. کاپش 397. این جلو میندازه دیگه، ولی خب اصلا این نکته مثبت پیدا کنم یا نیست. یا خدا، اینقدر مینی پپای افتاده به پاوه نزدیک بود تاور بندازه. ببین این اشتباه من بود. چرا؟ چون دست کم گرفتم طرفو و یارو قشنگ میتونست همین یه سره جمع کنه از سمت راست، ولی خب خوشبختانه کارتی نداشت دیگه. ما دیدیم کسل اصلی، اون تاور اصلی خیلی اچ پی کمی داره، گفتیم از همین تاور اصلی میزنیمش. و مینی پکا میندازیم، ولی خب نیاز نبود، صرفا انداختیم که مطمئن بشیم تاور میفته که احتمالا خودش بره جمع کنه. آره، اینم از این گیم. نزدیک بود ببازیم آقا. نوکرتونم، بریم که داشته باشیم.